برای خودت هم که شده یک بار این استراتژی رو با ترکیب دو تا اندیکاتور تست کن تا بتونی تریدای مطمئن تری بزنی. از بخش ایندیکیتورها مکدی رو سرچ میکنم و میندازم روی چارت هم. از تنظیماتش بخش استایل خط مکدی و سیگنال رو خاموش میکنم. همونطور که احتمالاً بدونید با مکدی میتونیم روند مارکت رو تشخیص بدیم. وقتی هیستوگرام مکدی سبزه روند صعودی و وقتی قرمزه روند نزولی پیش میره. حالا اندیکاتور دوم به اسم ایچیموکو کلود رو سرچ میکنم و میندازم روی چارت هم. اینم نیاز داره که از تنظیماتش بخش استایل به جز کانورژن لاین و بیس لاین تمام تیک‌هاش رو خاموش میکنم. وقتی خط آبی یا بیس لاین از خط قرمز یا کانورژن عبور میکنه به معنی سیگنال خرید و وقتی که خط کانورژن از خط بیس عبور میکنه به معنی سیگنال فروشه. حالا بیایم ببینیم ترکیب این دو تا اندیکاتور چه نتیجه‌ای به ما میده. اینجا خط کانورژن از بیس عبور کرده و این اولین سیگنال ماست که هیستوگرام قرمز مکدی تاییدش میکنه. حالا زمان مناسب برای ورود به پوزیشن استاپم کمی بالاتر از بیس لاین میذارم و ریسک ریواردمو 1.5 در نظر میگیرم. و حالا این پست رو حتما سیوش کن تا تو زمان مناسب ازش بک تست بگیری و نظرت هم توی کامنت برام بنویس راجبش.